سازمان ملل با نگرانی از وضع یمن و سودان، نیگریا و سومالی میگوید این بزرگترین بحران بشری در 70 سال اخیر است. بنابر مناقشه های مسلحانه در این کشورها مردم از عادی ترین نعمت های زندگی محرومند. 20 میلیون نفر در این منطقه عذاب گروسنگی میکشند یا به خطر گروسنگی روبرو هستند. تا امروز ما 2.5 میلیارد دلار دریافت کردیم. این تنها 51% آن مبلغ است که ما فوراً برای نجات حیات این مردم خواسته بودیم. در شورای امنیتی سازمان ملل نخستین بار اعتراف کردند که گروسنگی مردم در منطقه‌های نزاع نه از آفت‌های طبیعی یا زیاد بودن اهالی بلکه از جنگ و مناقشه سرچشما میگیرد. بحران طولانی در سومالی مشاهده می شود که از سال 1991 شروع شده است. از سال 2009 گروه تندروی بوکو حرام مردم شمالی نیگر را عذاب می دهد. در سودان جنوبی جنگ شهروندی از سال 2013 ادامه دارد. نزاع مسلحانه حکومت یمن که با حوثی‌های شورشی 3 سال باز قطع نشده است و دخالت عربستان سعودی به جنگ مردم آسایشته کشور را در روبروی بحران بشری قرار داده است.